خب بریم برای یه رس زیبا و قشنگ داشته باشیم. امیدوارم که بازی خوبی باشه. اول از همه که خودم معرفی کنم. سلام و درود، امیرتا هستم، یه یوتیوبر تازه کار که اومدم با کمک شما یک گیم زیبا رو تقدیمتون کنم و با هم دیگه کنار هم یه خاطرات خوبی رو داشته باشیم و لحظات شاد و عالی داشته باشیم. امیدوارم با حمایت های شما هر روز پیشرفت کنم و بتونم ویدیوهای عالی خدمت شما بذارم و شما لذت ببرید از این ویدیوها. البته بکشیم MP40. اوه نتم چه ضعیفه، چرا نتم نمیره؟ اولین دست رو ناکن چقدر بد شروع شد. ناکن نت رو نگاه. ای خدا، به خدا نت خوب بود قبل اینکه بیام. اولش یه تست گرفتم. آها الان خوش. بابا بذار من یه بررسی کنم. نتم اوکیه. نمیدونم چرا. نمیدونم چرا انقدر داشت اذیت میکرد. امیدوارم که درست شده باشه. آها فکر کنم خوب شد. چرا اینجوریه؟ بذار دست وایسیم ببینیم نتش میاد نه. آجی ببین اولین ویدیو یوتیوبم، ببین چقدر خراب در میاد. ولی اشکال نداره بچه‌ها. اولین ویدیو یوتیوبم اسمشو کلا فکر کنم بذارم درگیر نت کلا بودیم. اوه یارو فکر کنم کلدی بکتر. بله بچه این دست بذاره تموم شه. این دست رو همجوری سریع بریم بزنیم یارو. بعد عشان یارو که نیست اسمش نمیدونم چیه. اینو بزنیم یه دست دیگه هم پشت بنده همین بریم. چرا اینو که زدیم بریم سراغ یه دست دیگه. این خیلی نچسبید چون هم اولش نتم ضعیف بود هم نت اونقدر شد. کلا یه درگیری داشتیم سر نت این دست. تمام همچین زده بیا آدم فکر میکنه چه افتخاری.
اصلا خودم خوشم نمیاد این بازی. این دست رو با یار زدم، هرچند این نه ادفرندی نه چیزی، همجوری یه دونه رندوم زدیم بیفته ببینیم چه جوری در میاد. اوهو فقط هم عجبا. این یکی بچه یخ ندارم، هی قرارم قاطی میکنن، هی احساس میکنم یخ دارن، دستم میکنه یخ، میشنم یخ میزنم، به خاطر این هماهنگی اومد کنم. یارم چرا اینجوری میکنم؟ یکی اینم دومیش، فعلا که خوب داره پیش میره. 3 تا زدیم با 1000 تا دمیج، فعلا خیلی اوکی داره پیش میره. الان هم یارمون داره میکشه، چی میکشه یعنی UMP MP5 دولولو ول کردی اومدی 2 تا گانه اینجوری کشیدی یزید. مگه یخم کشته نشد؟ دمیج فور دمیج. من اصلا ازشون تیر نخوردم. آره یه تیری نخوردم، فقط از اون قرمزه خوردم، از اون زرده فقط یه دونه. ماچه این زرده رو بنده خدا مثلا آجی یکم احساس میکنم خوردم، ولی خب بورم چون اینجوری میخوردم. M500 دست چندمی؟ دست دوم. چرا پام دست نمیدم؟ بابا بزن ای سونیا تو رو خدا بزن، یه لایک بهش بدیم، بهش یه امید بدیم، بزن تو رو خدا بزن. میتونه بزنه، بهش میخواد از اون آدمایی باشه که بخواد بزن هر جور شده بزن، فقط بپر پایین. آره مرسی این که زدی برام خیلی ارزشمنده. این زرده هر سری خورده و من
هیچم بهش باخ ندادم فکر کنم. اوه اوه نزد بابا. یه دونه یخ داریم. یارمون یکم باش درگیر بشه. آها عجبا. اصلا دمیج نداشته چی؟ فکر کنم آره دیگه دست چهارمیم. بازیشون هم اتفاقا خوب بود. خوبم بازی کردیم باشون. این دست سختیه. من معمولا این مپ از 2 نفره رو خیلی سختم میاد بزنم. برام کار سختی زدنش. اوه باج وسط راه یه دفعه یکم کاشته میشه. اوه مرسی خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما بودید. تا ویدیو بعد خدا نگهدار.